شب 15 مای تخمینا ساعت 2:30 در 83 کیلومتر شورای دوشنبه کولوب در حدود جماعت دیوت اقصای نویه دنغره راننده ماشین تمغه تایوتا کمری ساکن 27 ساله دوشنبه ناظم سیدا هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به طرف شهر کولوب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمد و ماشینش را به کنار راست راه چپه کرد. در نتیجه دو مسافر این ماشین شریف حسن سال تولدش 1990 و گدای و مرجانه سال تولدش 1992 هر دو ساکنان پایتخت جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده ماشین ناظم سیدا و دو مسافر دیگرش کریم و دلفوزه سال تولدش 1986 و یونس محمد جان سال تولدش 1993 هر دو ساکن دوشنبه جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شدند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. یک مرد 41 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش دو مرتبه با ماده 244 با جرم دزدی، یک مرتبه با ماده 249 با جرم راهزنی و یک مرتبه با ماده 255 با جرم قصدن نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک غیر کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است. این دفعه با اتهام قصدن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی که باعث مرگ انسان شده است دستگیر شد. وزارت کارهای داخله گفت که او نیمه دوم روز 15 مای تخمیناً ساعت 17 در نزد مرکز سودای سفریان در کوچه شیرعلی زاده پایتخت با ساکن 47 ساله دوشنبه جنگ و جنجال کرده او را شدیداً لطوکوب نموده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. به مرد دستگیر شده اکنون بر اساس قسم سوم ماده 110 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از 12 تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. یک مرد 28 ساله ساکن شهر کانیبادام که سال 2019 در فدراسیون روسیه با ماده 158 قسم 2 کودکس جنایتی فدراسیون روسیه صادر شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. به گفته مقامات او شب 16 مای ساعت 1:30 از حدود زمین‌های به نام بایماتوف واقع در جماعت دیوت پولدان شهر مذکور یک سر چاروای کلان شاخدار متعلق به ساکن 33 ساله کانیبادام را دزدیده است. اینچنین ساکن 28 ساله جماعت علیف نویه ظفرآباد به آن گمان بر می شود که شب 2 مای ساعت 1:30 از حدود زمین‌های کشت خواجگی دیخانه اسکندر یک سر چاروای کلان متعلق به امدهه 51 سالش را دزدیده به او 15,000 سامانی ضرر رسانیده است. به این دو نفر اکنون برای دزدی چاروا جریمه و یا از 2 تا 5 سال زندان تهدید می کند.